سلام رفقا، چطورید؟ من هستم توی به یه ویدیو جدید خوش اومدید. آقا به درخواست زیادتون که ویدیو قبلیو که ترکوندین کلا کامنت گذاشتید، عشق رسوندین، لایک کردین، دمتون گرم. و خیلی درخواستا داشت که روی موزیک ویدیوهای دیگه هم ریاکشن برو، موزیک ویدیوهایی که زبان دری خونده شده. یه موزیک ویدیو رو امروز قراره ریاکشن بریم که به اسم پاندمیک از رسمی، سجاد و پیکی. بدون هیچ مطلبی میریم اینا رو ببینیم. یادتون نره که وسطای ویدیو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، یه کامنت هم حتما بذارید، با عشق بنویسید، هر نظری پیشنهاد داری حتما بنویسید. و اگر چنل من سابسکرایب نکردین دکمه قرمز زنگو بزن و اون زنگوله کنارش هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. رسمی فیت سجاد و پیکی. بیتو پلی میکنه و اینکه شروع میشه. تا اینجا که خوب بود. سری آسمان سیاه سر من، فکر نمیکنم باشه زیاد رقم من. آسمان سیاه سر من، فکر نمی کنم باشه زیاد غم من. خوب بود. سیاه سر من، فکر نمیکنم باشه زیاد رقم من. درست گفتم دیگه، با آسمان سیاه سر من، فکر نمی کنم باشه زیاد غم من. اینجوری متوجه شدم، ولی نمیدونم توی ویدیو قبلی واسه گروه سکانس چرا یه جوری دری میگفت، بعد یه جوری غلیظ میگفتن، اصلا متوجه نمیشدم. بعد خیلی کامنت می‌نوشتن که چنین حرفی رو زد متوجه نشدی. والا من زبان فارسی خودمونم به زور متوجه میشم. بعضی اوقات کلمات فارسی توی شعر یه جایی پیش میاد که به خاطر اون فلو، به خاطر اون بیت مجبور میشی که یه جوری بیان کنی کلمه رو که رو بیت فلوش قشنگ در بیاد و اینکه رو بیت بشینه. برام مهم نیستم میرم سر به تملاله، اگه هر جایی باشه نیاز سر من. پر دود پر نور پر پشیمانی، نمیبینیم کسی پر دود پر نور پر پشیمانی. خوب بود. درکی بگیر سر راهم، رو که امروز رزا دراییست. کل دیروز پیاده دویده، کل روز پیاده دویده. یا میگه اونی که امروز که الان خیلی بالایی خیلی خفنه، کل روز پیاده دویده که الان امروز خفن و بالا و اینجوریه. قلیلم اینجوری بود. اوه نایکی وقتش رنده کنم هرچی هسته، زندگی را به تردید مبستم سر دری را. فکر میکردم خیلی خفن شروع بشه، ولی اولش خیلی خوب بود. اینجا بیت و آهنگساز خیلی بد شروع کرد. وقتش رنده کنم هرچی هسته، زندگی را به تردید مبستم سر دری را. شد همیم دقیقا که قوی مره از ایجاد که انولی بپچم کلمه طوری که بپر از کل ترچی برخب. دوست داشتم اینجوری، دوست داشتم. گیرا به تردید مبستم سر دری رفت. شد همیم دقیقا که قوی مره از ایجاد که انولی بپچم کلمه طوری که بپر از کل ترچی برخب. وقت نکرد چند وقت بکنه کی کنه پر در رنده تر از قبل اومده بکنه فت رپ فت تستا کلمه. طالب صلح مگم جنگ ولدیم، طالب صلح هم بنازم. طالب قدمم عقب نمیرم نگیرم حقم. مسیری که میرم راش نبوده جور صاف، صد بار باختم از نو ساختم یار نبوده روزگار. انالی جنگ بلد پیش میرم به سمت هدف، در جایی که میخوانه کار گلونه خون خود. پیش میریم سمت هدف، سمت هدفاتون پیش برید. ایوه جوهر قلمه از خون چشم پر شده، بر رو زر میکنن اطرافمو گل پره. نمیشه باخت نداد و یاد گرفته بود دوره. زایده جنگم از تو از شبای خوش کسه. آخرش خیلی خفن گفت. کنن اطرافمو گل پره. نمیشه باخت نداد و یاد گرفته بود دوره. همیشه باخت نداد، یاد گرفت و برد و یاد گرفت همیشه برد و. زایده جنگم از تو از شبای خوش کسه. زایده جنگم یا پاینده جنگم؟ نمیشه باخت نداد و یاد گرفته بود دوره. زایده جنگم از تو از شبای خشک و سرد. زایده جنگم از شبای خشک و سرد. خیلی خفن بود این تیکه. نه ای جان، بای خشک و سرد.
دوست داشتم. خیلی خوب عوض میکنن، هر کس فلو عوض میشه و دیگه بیت خودشو داره. من اینکه قراره بتونم دورم سایده جنگم از تو از شبای خوش کسن روی شعار پخش میشه صدای من، چون که دایی بازی خط فکرم سلایم است. راه راست میتلب شرایطه، نه بالون پوشی که کجا سلایم است. شبیه کارس میخوره کارسش کار باشه. روی شمس پخش میشه صدای من، فکر کنم کارس کار باشه. یه باری از اول. روی شعار پخش میشه صدای من، چون که دایی بازی خط فکرم سلایم است. راه راست میتلب شرایطه، نه بالون پوشی که کجا سلایم است. عزیبا کل شاه مال ماست، اگه گپ باشه سر ماست. کتی ما سر پا بشک نمانه رپ دری سر جاش. چقدر تنگ شده و دل مره مایک یالتا دین اسمم حالتا دین اسمم الان روی فاتح گنگستریش کردن دیگه، رفتن توی نمانه رپ دری سر جاش. چقدر تنگ شده و دل مره مایک یالتا دین اسمم حالتا دین اسمم الان روی فاتح فکرم نباشومم اینجا هستم کار. دنیای من یه کار داده دستم مسیرهای تاریکه و قدیمان تو مالف دیگی استکار بابم دیگر سر کن دنبال من دیدی در لبارا با گرافی دیرت پای من سکتی در لبایت بودی لابی تا خواه نکدیم شوالی کلمات قصد. دختر مگه رپر باشه بازم میره سراغ لباسا. اون پسر رفتن دنبال چی، دختر رفته سراغ لباسا. حالا بحث زیاد چیزاش نگاه، ولی دختر تو هر شرایطی باشن بازم میرن سراغ لباسا، چیزایی که به زیباییشون ربط داشته باشه. واسه میخوام نه واسه این گرفته بود، ببخشید زود قضاوت کردم. آیتم برید عقب صدا و تصویرتم نداره تفاهم اصلا نقا باور کردی خودم ادی کاسته و چند من اینجا لازمه گفت بزن و باشون باعثش بزنی سر دستنگ به پاچه خونت بینید بیرون ببره کاملا رنگ من خود ندارم کاری ده کارش کی پوشیده. این کیه داره میخونه؟ رسمیه یا هم سجاده؟ فقط که نشنه اون زده باشه گفی از گوشتا خراب کردین شما. تصویر برداری خیلی تا اینجا عالی بود، خیلی تا اینجا عالی بود. یعنی انگار من داشتم یه موزیک ویدیویی در یه موزیک ویدیو آمریکایی میدیدم، خیلی حرفه‌ای، پروفشنال، خفن. دمتون گرم واقعا، احسنت، دست بریزاد. چی شد؟ نبرده رای نبرده زده باشه گفی از گنگ خاموش شد چه آقا؟ نبرده رای نبرده گی نبرده بردن از چنگ نظر به چند نظر جزد استاد است یک بستر به جنگ نظر بی یک نظر به کد نخورده سر به سنگ نترس قلم به دست مشکاف قلب رپ از قفص امیر استاد از وقت برد وقت باخت سیایی لحظه از من یک قول زخم ساخت لب و چپم گیره که نباشه کشا رسمی مرسانه خوده کرم ده یک ستنا ما بچه پدریم نشم نیک اولاد غریب پلناره چید اومد تو بر 100 سال بعدیم روخ جنگی مگیرم بر جنگ شب تعریف پلگانم زیر پایین دا باده افساری اسب مغزیم مگه ندی اجرا بیرق سفید بچم وقتی فیرت برو اینجی استخاره نگیر رسمی یعنی بر گوش وقت فرار برو اینجا استخاره نگیر بود. گفت اگه پاپ جدید یعنی آمدیم کی از این میدان دست خالی نریم روی شعار پخش میشه اومدیم از این میدان که دست خالی نریم. خیلی این تیکای آخرش خفن گفت. یه بار دیگه گوش کن. قدیم روخ جنگی مگیرم برای جنگ شب تعریف پلگانم زیر پایین دا باده افساری اسب مغزیم مگه ندی اجرا بیرق سفید بچم وقتی فیرت برو اینجی استخاره نگیر رسمی یعنی بر گوش قفلید اگه پاپ جدید یعنی آمدیم کی از این میدان دست خالی نریم روی شعار پخش میشه صدای من همون چیزی که گفتم همونه. دقیقاً کارستش این خانم میخونه. چون که دایی بازی خط فکرم سلایم است. راه راست میتلب شرایطه، نه بالون پوشی که کجا سلایم است. عزیبا کل شاه مال ماست، اگه گپ باشه سر ماست. کتی ما سر پا بشک نمانه رپ دری سر جاش. بنازم خیلی شاخ.
در زیبا لاله از ما همیه 30 سرک مطلب ما 4 نفر 4 نفر درست میگم 4 نفرن. نه حاجی اینا گروهن، رسمی اسم گروهه، رسمی اسم گروهه. وای من تازه فهمیدم، شرمنده، ببخشید نمیدونستم. منافق و زمینه است همتونیم بهترین نباشیم در کمین است. السلام علیکم مالی بگو دم و خلیفه چون ای رپا ندیده کسی ای رقم لای پیر سفیری دگیری تفسیری در ای رپا درید زمین سختی را دیده رسیده سختی را فلو در زیبا لاله از ما همیه 30 سرک مطلب منافق و زمینه است همتونیم بهترین نباشیم در کمین است. السلام علیکم مالی بگو دم و خلیفه چون ای رپا ندیده کسی ای رقم لای پیر سفیری دگیری تفسیری در ای رپا درید زمین سختی را دیده رسیده سختی را دیده مسیر همیشه میرسه دقیق است. بگو تونه پری ما بالی ما دیدیتونه مالو من نمیبینی ما رو میریم بالا حالی برو بگو دیدیتونه حساب کو چند دست میکاب نه اصل از رنگ احساسم جنگند است حساب کو از اول پر پول زده سر پول و مثل رونالدینیو من تخنیک درفون کسی او که پیشم خیل میگیره طرفون اگه لازم باشه رسمی روی سر کن سنگ باری سخت مقصد و مسلمان نمیبینی یه پا تجربه را پلان سب نام تانم بگه سب مثل کار ما اگه هم سال ما اگه لازم باشه پا میکنم داده پایم من دیگه خیلی وقتی سر پایم عارفانه قطع لیاس میشه حرفایم جب میشه چه سر رای خل سلا ایول دمتون گرم. گروه رسمی بودن، شرمنده نمیدونستم، فکرم رسمی اسم یه نفرشونه. رسمی لوی MC6 UN لقبشو نمیدونم، با سومی اون دختره بود، نوید، امیر، فید، سجاد and PK پاندمیک، موزیک پرودوسر ال فاکس، میکس مسترینگ صدرا، دست مریزاد و همتون، ویدیو دایرکتور رسمی کار خودشون بود، کار بچه های گروه خودشون بود. ایول دوست داشتم همچین ایده پردازی، همچین تصویر برداری، همچین نور خیلی خفن بود و باعث افتخار ما که فارسی زبان ها، دری زبان ها توی رپ جهانی پیشرفت کنن. این ویدیو هم درخواست خودتون بود توی کامنت. یادتون نره که اگر درخواستی چیزی دارید حتما تو کامنت بنویسید. بچهای افغان که رپ میکنن حتما تو کامنت بنویسن یا از این طریق اینستاگرام با من در ارتباط باشن، چون که یه ویدیو خیلی خفن باهاشون قراره بگیریم. اگه دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، کامنت بذارید و اگر چنل رو سابسکرایب نکردید حتما چنل رو سابسکرایب کن و اون زنگ دکمه قرمز رنگ رو بزن که و اون زنگولم کنارش بزن. و اینکه دوستتون دارم، بوس به همتون، زنده باد انسانیت، زنده باد صلح. تا ویدیوی بعدی، پیس.